تاجیکستان همچنین جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه می باشد. ما آماده ایم به این روند مساعدت نماییم و در این جاده جامعه بین المللی را به رسانیدن کمک بشردوستانه خصوصا به منطقه های از خشکسالی و زمین لرزه شدید آسیب دیده دعوت می نماییم. حاضرین محترم، تاجیکستان از اصلاحات فراگیر نظام سازمان ملل متحد ضمن تشبث برنامه سازمان ملل متحد 80 سازمان ملل متحد 29 و دیدی دبیرکل آید به نظام معاصر سازمان ملل جانبداری می نماید. در برابر این ما از پیمان به خاطر آینده همچون اقدام مهمی دستجمعانه در راه پیشبرد صلح و رشد استوار استقبال می نماییم. این اقدامات آرمان‌های مشترک و اراده عمومی جامعه جهانی را در امر واکنش به تهدیدهای معاصر و بنیاد زمینه استوار برای نسل‌های آینده تجسم می نمایند. ما بار دیگر ضرورت تقویت نقش کلیدی و هم آهنگساز سازمان ملل متحد را در تأمین صلح و آسایش فراگیر تأکید می نماییم. تنها با اعتماد، همکاری و اراده استوار ما می توانیم آینده عادلانه، صلح‌آمیز و استوار را برای کل انسانیت بنیاد نماییم. تاجیکستان در امر دسترسی به این هدفها و حل دیگر مسائل حل طلبی روزنامه جهانی آماده همکاری‌های مشترک با کشورهای شریک و تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد. از توجهتان سپاسگزارم.